سیل صبح 25 می قربانگل علی خانوار را از خواب ناز بیدار کرد. وی حجت‌های درکاری‌اش را با خود گرفته به بلندی برآمد. ساعت نگذشته دهه سرخاب زیر سیل ماند. آن صبح نه تنها قربانگل بلکه مردم بسیاری به این کوه دامن پناه بردند. اما خانه‌ها نتوانستند از سیل امین بمانند. حالا قربانگل از همین بلندی فقط خانه فرو رفته‌اش را نگاه می‌کند. همین نیم ساعت باران زد. اما قریب اسپیت کردم که داکومنتوم گرفتم تمام برام همه چپگردون. اینا میتونین خونه را ای پیش بریم بینین. نمی‌جا میایم ای تپه نگاه میکنیم میریم در مسجد در کلوب در مکتب اونجا جمع کردن. حالا هر کوچه و پس کوچه دهه سرخاب زیر لای و گل است. مقامات و ساکنان برای رفع پیامدهای آفت دست به کار شده اند. اما ساکنان میگویند که مقامات در رسانیدن یاری دست کوتاهی میکنند. همین است ساکنان جهاز و اشیاء روزگاری از سیل ضرر ندیده را بیرون میکشند. بسیاری از ضرر دیدگان چشم به راه کمکند. ضرر هم سفیل پفیل علاخونه پلاخونه و چپاش خونه کافیدگی آخه یگون وقت در آمدن نیست لو خلپر ما اون درون ده چا کنه. سیل آن روز از چهار طرف به دهه سرخاب وارد شده است. راه‌های این منطقه ضرر دیده مقامات به باز کردن راه‌ها تلاش داشتند. رئیس ناحیه ظریف ولیزاده و مسئول این منطقه سردار خدمات ادای جزا گنرال منصور عمروف به منطقه آفت آمده اند. با گفته رئیس آنها تلاش رفع عاقبت‌های سیل را نظارت دارند. یک هیئت حکومتی به شمارش آسیب مشغول است. شاید پس از آن کمکی بیشتر رسد. اما آسیب دیدگان سیل میگویند که این کار باید هرچی زودتر انجام شود. دیگه هم قاکی در خود گرفتیم هیچ هم گرفتیم گرفتیم دیگه یگان چیز نام طوری کو گرفتیم تام. این بار اول نیست دهه سرخاب را سیل میزند و باشندگانش از آن ضرر میبینند. بعد 2 سال آفت دولت قطر به ساکنان این منطقه خانه بنیاد کرده بود. اما ساکنان دهه ضرر دیده گفتند خانه ها به نام آنها ولی به کام دیگران شدند. به آنها تنها زمین دادند. برای ساختن منزل مبلغ و نیرو در کار بود. همین طور آنها نتوانستند به مکان امن کوچانیده شوند. 6 خونه همینجا زلال دیده بود. هر یک آدمی را در اون خونه دادن اونجا در خونه دادن که تماما وجود نداشتن در تریتوری سرخاب. چسکه دادگی و چسکه در نومی 2 آدم دادگی لیست نمدن. نمیدونم چسکه ما گجو داد. اون مردک چسکه شگرفتگی من موندگی دام. بودن اینم خیلی ترکای که هیچی فایده نداره. نه دایره خسته بودی نه خیلی دیگه هیچی. دهه سرخاب در کوهدامن و نزدیکی رودی سرخاب جایگیر است. ساکنان میگویند سیل این ساله از 6 سال پیش دیده سخت‌تر بود. این زن هم برای نیم قبچه گندم به خانه تخریب شده اش رفته است. دیده می شود در میان لای و گل به زور راه می رود تا به خشکی برآید. با گفته ساکنان از دست لای و گل هر کس چنین جرأتی به خانه ها وارد شدن را ندارد. تاجیکستان کشوری آسیب پذیر از فلاکت‌های طبیعی است. هر سال به این دلیل میلیون‌ها دلار زیان می‌بینند. زیانی که به گفته ساکنان سرخاب در برطرف کردن آن ماه‌ها انتظاری می‌کشند تا سال دیگر باز هم قصه تکرار شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، دهه سرخاب ناحیه فرخار.